که رسول خدا میفرماید احب الاعمال الی الله عز و جل، بهترین اعمال نزد پروردگار عز و جل کدام اعمال بده؟ یکم سرور یدخل علی مسلم، یک انسان خرسان کردن، دلش خرسان کردن. همون ناراحته، یا مشکل داره، یا کاری بد سخت داره، یا که یک چیه تا همون را خرسان میگیری، کارش بود میکنی، مشکلش آسان میکنی، هم آدم خرسان میشه. این بهترین عمل پیش پروردگاره. خداوند این عمل دوست میداره. دوم او یکشف عنه کربتون، یا که از او یا سختی را دور میکنی. اینقدر مشکل داره، سخته، گرسنه، تشنه، یا که یگون مصیبتی سخت گرفتگی، مثل کارش مثل بندگاهی که در دنیا او میغلطه، بعد گریه میزنه، وی کردنش خیلی مشکله. تا همون مشکلی همورا، همون مصیبتی همورا برجا میکنی، برطرف میکنی، در برش میشینی، میره کارش بود میکنی. یا دارین یک حدیثی شما در روایت کردم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که یک آدم پیش بیا بگه عزیزی من، برادر مومنی من، اکای من، یا که اینمی رئیسو که مو رئیس شانسو هسته، بگه همین مشکل دارم، همین کار دارم، همین کاری مرا بود که خودت پیش خودت روی کردم. میگه اگر خطی هم آدم بشینی، خطیش برای در ماشین پیاده برای کاری همون مسلمان همون مینه بود کنی، خداوندی تبارک و تعالی ثوابش گفتم. چی گفته؟ کسی که در مدینه منوره در مسجد مدینه یک ماه اعتکاف میشینه، بس عبادت شب زنده داره، عبادت میکنه، ذکر اذکار و تلاوت قرآن میکنه. اعتکاف هم میدونی نه؟ هر سال اون خانه چه متکفا میشینن، 10 روز آخر در میشینن، فقط خواب نیستن، ذکر اذکار میکنن. چقدر ثواب داره. میگه اگر کسی که کاری یک برادر بود کنه، ثواب یعنی آدمی که در مدینه یک ماه میشینه کن در اعتکاف، یک ماه عیوده بیشتر بوده. خوش به حال همین رئیسا و خوش برای حاکمایی که زنگشون میزنن اکم کارا یا یک زنگ کارا بود میکنه. یا خوش به حال آدمی که همین حجت داره، پول داره، قرض میان قرضشون میده. یا که آدم دیگه میگه که اون اونجا در اشتراف کردم قبیدنم پول ندارم، خیلی کارت دا بگذارم، میگه کاری امورا بود میکنه. خداوند در هر یک کار بود کردنی و ثوابی انمون چی نمیته؟ اعتکاف هم میته. پس عزیزانی من، هر کسی شانس داره امروز در روی مقام وظیفه، در روی کاری، در روی پولی دستت میگذره، گپت میگذره، این شانس ای دست نتی. این یک وقتی چه؟ یا وقت میبینی که تمام وقت بوچین میره. بگه برادر دستت که میرسد یک کاری بکن، قبل از آن که از دستت نیاد هیچ کار. از که دستت میرسه یک کار بکن، قبل از آن که از دستت نمیاد هیچ کار. وقتی که از رویل اومد تمام. همین کار بود کردن، مشکلی یک کس بود کردن، خداوند تبارک و تعالی فردا روز قیامت این حدیثه میگه یکم احب الاعمال عند الله عز و جل سرور یدخل علی مسلم، کسی که قلب انسان خرسند میکنه. دیم او یکشف عنه کربتون، که حاجتی مصیبتی مشکلی یک کس حل میکنه. دیم او یقضی عنه دینا، یا که از او قرض یورا میته. یک آدم میگه قرض دارم، سال پیش قرضدار میشدن میومد دختر تا میبرد، فهمیدی؟ میگه گوش که قرضداری ندادی پولا، من همین جوردن هم دختری کتا تا میبرم. اولیم در دیگه شهرها در دیگه جور شده چه هم خیلی یکی به انصافش توبه کردم. خدا ای خدا و رسول نمیترسه، میآید هم کودک 5 ساله 6 ساله تا میگیره میبره. این تا ازبکستان میگه، افغانستان الحمدلله در تاجیکستان نشنویدیم. خدا نشون نده میگیرن، میان قرض میگیرن. یا کشمان رولیکای تماشا کنه، قرطه بازی میکنن، بای میتن کو، دختراشون میان میبرن، زنشون میبرن. میگه یک کسی که بیاد بگه برادر قرض دارم، این آدم در خونم اومده، همین قد دو وای که سه شتا و لغت دروازه ما زده سه، نه زن مونده، نه خواهر مونده، نه هیچی، روزم نداده سه. خدا یهودی قرضدار شه، خیلی آدم بعد قرضدار نشه. عزیزی من هم مرا دست میگه چند خیلی میگه $10,000 شید میگه. فیروز بگیرن آدم میگه این $10,000 بگیره دیگه غم نتی. میگه خداوند تعالی این آدم اینقدر دوست می‌داشته که در دنیا و آخرت حجتش بود میکرده، به خاطر همین جنت می‌دروردش. یکی ما دیدیم خیلی جوان مردای یگید بودن، جوان مردایی بودن که اومدن در پشتی کاپوت ماشین برش کردن، پونی پیستولت تادی زدنش، گفتن میپرونیمش، گفت نپرونین. گفت چند قرض داره؟ گفت $12,000 قرض داره. گفت تا ما چند قرض داری؟ گفت $18,000. گفت همون $18,000 $12,000 شب بگی 6,000 شب بیار. اینا گفت نپرون، فراری همسایه میگفت
او آدم تا مردنش آدم مرد. او آدم تا مردنش آدم گفت برادر من پولی ترا دادن نتونستم، من ترا چی نکردم؟ میگه نداری. گفت نه اومد خونه و در شدی نه سینی قبله نگاه کرد گفت بخشیدم. خداوند بخشنده را دوست می‌داره. هر کس بخشیدی خدای تعالی در مشکلات است چی بخش میبخشه. یک آدم دیگه قرضدار بود گفتن قرضه، گفت نه یارش، گفت قرضه. گفت چی با؟ گفت من عملش نمیدونم که قرض چند قدر میوردم که ثواب بوده ثواب بوده میرفته آخر دا بورا میبخشیده خداوند با بخشیدن همون قرض را خدا جنت میبرده. من چیکار کردم میخوای خیلی بخشیدم. این خیلی جوان مرد هستن. این میگه او یک شفع عنه کربتن او یقض عنه دینا، یا که حاجتی او را دور میکنه یا که قرضی او را ادا میکنه. بعد میگه او تطرد عنه جوعا، یا که گشنای تشنای میاد در خونه میگه آرد ندارم روغن ندارم. دیدیم همون سالار حکای فخرالدین ای بالا خونه شون خدا برکت بتنه تقوی فردوسی حکای در جبلی را او نونی قوق جمع میکرده. همون وقت نونی قوق میموده، نونی قوق جمع میکرده. وقتی جنگ ده این قدر سخت خدا و روزا را نیورا ما دیدیم خدا تینجی همونی را بوده. از بچه‌هایش نمیفهمن که این تینجی همونی را برکت شه. خدا پروردگار دعا کنه که روزای 91 نیاره. خدا رحمت کنه. با اوتای من نقل میکنه میگه حکای رجبالی نونوی قوق شبرو ور میگه تقسیم کرد که بگیریم بخوریم. برای همین میگه که یه روز 100 روز در بار، یه روز در کور پیش بره قفا بچوش. جناب علی هم خدا برکت تا پرزیدنت محترم فقط میگه که شالی بگورین، گندم بگورین، فلان کنین، چی بگورین، نخود کنین، ایخی کنین، یا پسنداز کنین. آخی خدا نشانه تا سختی را ما دیدیم. ولی بچه‌هایش دیدن که اور در پشت مغازین تپیدگی های چیزی تپیدگی های ما هم همون وقتا اور یکم هیچ کنه سیم هیچ کنه میخورد. مودم همین خیل بود. نه که خدا بعد روزا را نره. خدا پروردگار نه که یک آدم در خانه اومد او تطرد عنه جوعا، یا که او را رد کردی، یعنی گشنگیش رد کردی. گشنگ درو وارد مسافر غریبه. اول پیش خدا برکت تا پدر و مادرای ما را، نه پدر و مادرای شما را زنکای پیش اینقدر با شرم و با حیا و با عفت و معرفت داشتن. پشت خونه‌اش در لاتوک میموندی، میبرمد اوقات میکرد، چایت میداد، چیزت میداد، میگو خونه ما دعوت میکنی. ایش میبرمد میگو رست خونه ما اسفالت میریختی. از میرد خونه‌اش در کار میکنی، چای خونه گندم میتا. میگه کول پول گرفته زیگو برا بیت دقت که او آدمای پیش میدونن که پشت خونه استالبا سفید گذراندن، چایش می آورد، چیش می آورد. همون وقت آدما رنگی اوزی که بغرض یا خوب هم چیزی دارن که نداشتن. همون وقت این خیلی بایگری که اوزی هست. الحمدلله ما میرم روی دسترخوان رو میبینیم جای پیالمونی نیست. او خیلی نبوده وا یا نه کی فخردی ایامی نپیتکه یک لیموناد بود، یک شنبری بود. اوزی 78 کل نپیتکه بمبری تشنگیره یا نپیتکه نمیولا تورت سیتاجه نبود تورت چریپاق هم میگه 40 تا سگوشانی ملکو رفته خوب در سر. برای همین برادرو کسی شانس داره کسی ایدستش میرسه بگه ای برادر دستت که میرسه کاری بکن قبل از اون که از دستت نیوده هیچ کار. دستت میرسه خدمت کنین، دستت میرسه مشکلی کسی حل کنین، فر همه اجر داره. خودت فراموش میکنی فردا روز قیامت صندوق اعمال اوی میکنی که یا صندوق خیریه، صندوق شریعه، صندوق بدیات هم میبینی که فلان یک شپالق زده، دست میشه گرفته، زنا کرده، عرق خورده، غیبت کرده، تهمت کرده، همش هست. نه که یک گناه نوشتگیه. و صندوق خیریه رو اوی میکنی که در اوجا یک کسی یک پیاله چای داده، کورشا بود کرده، نمره تلفن داده، یا راه نشون داده، یا سوار کرده، در ماشین برده، خواستگاری رفته، او را زن داده، هر کاری کرده، چی خیری کرده در عوضش 700 برابر نوشته. در نمیره خدا بمبریم قدر مهربونه. تو یک خیر که میگه ما 700 تا 700,000 می نویسم، نه که یک بدی تا یک بدی می نویسم. میگه یا آدم حدیث میگه، یا آدم میگه که فلانی را بینم هم قم میزنم یا اقارت چی میکنم یا فلان میکنم. میگه همین نیت تکت خداوندی چی نمی نویسش، نه که همون آدم دید و زدک یک گناهش می نویسه. نه که آدم میگه که یا آدم دیدم ان شاء الله برام یا 5000 میتونم یا 500 میتونم یا 10 میتونم یا که میرم یک خوبیش میکنم. میگه تو کردنش خداوند نیکیش مینویسه. وقتی میرفته یک فقیدین همون کارم میکرده خداوند 700 تا 700,000 چی مینویسه. این خیلی شانس کی میده الله در نومش بران چقدر مهربونه. پس عزیزان
یاردم کنین، کمک کنین، برادر یکدیگر یاردم کنین. امروز در روی مقام وظیفه برادر دستگیری کنین. گپت میگذره زنگ بزن، یک زنگ تی اسفالت میشه وره. یا زنگ بزن ترانسفورماتری 200 600 میزنن. یا زنگ بزن اولم گلیستون میشه. ترا گپت میگذره. یک خدا میسنجه. انسان در بالای مقامون انسان حاکم پولدار کرد کنی گوش میکنن. و چند بار یک حدیث برای شما میگم که هر روز 2 ملائکه آسمان نازل میشود. 2 ملائکه هر روز میاد. خداوند میگه که بریم پایین 2 وظیفه داریم. ملائکه رو میدونین ملائکه امین میگن. امین یعنی مکس نمیکنن. همین که میان سرز و کار بود میکنن میرون. خیلی نمیستن. رنگی ما تو بچه ما رو میگنی چکده میره 2 ساعت بعد میاد. پامیدور 3 ساعت بعد میاد. خیلی نیست. همون لحظه میگه میره فلان در هندوستان میگیری میره بینال فلان میگی. اینا خدا رحمت کنه. نعیم حمسی شما بود که فردوسی کامل داده شما بود. کامل داده حمسی بیو بود. اینا نعیم اومد در خدا رحمت کنه. امروز پیش نمازی در اسیات استین مونده گذشت. 2 سال 3 سال پیش کاملی دادرش گذشته بود. یعنی وقتی که تعیین کرد الله سبحانه و تعالی گفت برای جونی امورا بگی اون نمیگه تو در ورونیجی، نمیگه تو در یاروسلاوی، نمیگه تو در مسکو یا در کوچه بینالی یا در مینتوود یا در اکتبر. همون لحظه میره میگیره میره. این شانس ایدیس ندی تو نبروری. این همین مدت درسای امروز هر روز برادران رفتهسن ما اوترا خبر دادیسن. ای مولوی من رفتم نکی دایودت باش تام بعد ایما میوی. امروز شنیدی که خبری نعیم اومد بر گوشتی که مرد. فردا هم خبری تو به دیگران خواهد رسید. امروز میگن ای اما که نعیم روز پیش نمازید. اولی روز میشه که میگن مولای بختری مرد فلانی مرد. خدا رحمت کنه. میگه بعد مردن میگن آدمی خوب بود. پس ایزون میگه دستت میرسه یک کاری بکن. ملائکه رو میفته میرین یکم وظیفتون. فلانی را در فلان جا مول دادم 20 سال پول داره. نه زکات میته نه خیر میکنه نه قربانی میکنه نه دست یتیم و مسکین بیچاره را نه مزار به شفاعت در هم محل زندگی میکنه. شفاعتش نمیرسه. میتونه که 300 کیلومتر هم اسفالت کنه نمیکنه. میتونه ترانسفورماتور نو کنه میتونه. میتونه فلان جدا آب بیاره میکنه نمیکنه. برین میگه امتحان نگذشت مالی او را بگیرین میگه در فلان جا فلانی نون شنویدگی این میگه سخاوتمنده. دست یتیم و مسکین بیچاره رو میگیره صدیق میکنه استادیون میکنه فلان میکنه اسفالت میکنه فلان جوره خالی میکنه. امروز یا برادر اومدن در مسجد شنویدیم هم قصول نمیدونستیم. گفتیم کمپوت فروشی که در مسجد کمپوت میتکو ما در پیش رو پروی مسجد گفتم میره میآورده شو انسان بی خدای تعالی ای خدمت گرفته خداوند با 70,000 رحمت نگاه میکنه. یک کس هر پیاله چوبتی می اومده پولی همون رو میداده میفته که هیچ که پول نگی هم مرام خیل چی بتیر به پول کمپوت بتیر نگاه که صدقه را ها یا خدا برکت بده. اینه یک برادر دیگه اوور اینه رمون گفت کنیم اینجا بخرن هر پیاله میخری فرق نداره کی کسی میخره نمیخره به نماز ثوابش رو در رفتن میگیره. فروز قیامت همین در چیشه میگه بگیرین پولی او را بخیله برین او را بتین او را بای کنین. او را میگه چنی او پولدار نکردم نکی کسی برای اوجا چبود میکنن. قرض میره قرض میده پول میره پولش میده. و همین خاطر برادرها این حدیث برای چی گفتم که خداوند تبارک و تعالی با هر روح انسان جنت میبره. یک از دروی وظیفه کار بود میکنه یک از پولدار قرض میده کار یک از بود میگه خدا جنت میده. مولا با دعا و با نماز خونی یک از با روزگیری هر 8 در جنت در دوزخ در هر یک جنت درش نوشتگیه که اینه باب سخاوت بابی که خیر صدقه کرده. اینه بابی روزادارو اینه دروازه روزادارو اینه دروازه شب زنده دارو اینه دروازه که 5 وقت مسجد بودن اینه دروازه که دست یتیم و مسکین بیچاره را گرفتن. 8 در همه آدمایی که همین فعل داشتن همه 8 در رو چی میگه مرحبا میگه. خداوند کریم ما را همون جمله بگردونه.